سلام خدمت دوستان عزیز، رضا هستم. اومدم با یه تحلیل بیت کوین دیگه. بیت کوین وارد ناحیه 60755 شد. این ناحیه در چارت تو تارگت اول الگوی هارمونیک بوده و دقیقاً همونجا واکنش نزولی نشون داد و برگشت. این رفتار یعنی بازار در این محدود قدرت عبور نداشته و فروشنده ها فعال شدن. وقتی قیمت به تارگت اول میرسه و بر میگرده، معمولا دو پیام به ما میده. قدرت خریدارا در این محدوده کم شده، بازار میخواد محدوده ورود رو دوباره تست کنه. در چارت محدوده ورود روی 59032 قرار داره و قیمت الان دقیقاً بین این دو سطح در حال نوسانه. اگر بیت کوین بتونه دوباره بالای 60755 تثبیت بشه، بازار وارد فاز صعودی میشه و تارگت بعدی فعال میشه. تارگت دوم 64234. این سناریو زمان قدرت میگیره که کندل روزانه بسته بشه و خدمتتون عرض کنم که بالای 60755 نوسان بکنه. اگر قیمت بین 59000 تا 60000 نوسان کنه، بازار وارد فاز جمع کردن انرژی شده. در این حالت کندل ها بی قدرت میشن، حجم کم میشه و بازار نه صعود میکنه نه ریزش سنگین. این رفتار معمولا قبل از یه حرکت بزرگ دیده میشه. اگر بیت کوین زیر 59032 تثبیت بشه، بازار وارد فاز اصلاح میشه و احتمال حرکت تا حمایت بعدی وجود داره. حمایت اول 57310. اگر این سطح شکسته بشه 55000 و در سناریوی عمیق‌تر 52000 دور از دسترس نیست. این سناریو زمانی فعال میشه که کندل روزانه زیر 59032 بسته بشه. امیدوارم این تحلیل به درتون خورده باشه. پرسود باشید.